سلام دوستان عزیز. در این نوار ما مسئله 51 ریمکیویچ را میبینیم. در اینجا گفته شده است سرعت پویزد پس از 10 ثانیه آغاز حرکت 0.6 متر تقسیم ثانیه شد. بعد از چند وقت آغاز حرکت سرعت پویزد به 3 متر تقسیم ثانیه برابر می شود. یعنی پس از آغاز حرکت در اینجا در شرط مسئله گفته شده است که سرعت پویزد پس از 10 ثانیه آغاز حرکت، یعنی سرعت ابتدایی پویزد برابر 0 بود. وقتی که سرعت ابتدایی برابر 0 می شود ما فرمول اشتاب رو در شکل زیرین می نویسیم: A برابر V تقسیم T. و البته در حرکت حساب اشتاب ما می دانیم که A بزرگی دائمی است. A برابر کانستانت. برای همین A1 و A2 نمی نویسیم، می نویسیم A برابر V1 تقسیم T1. باز می نویسیم A برابر V2 تقسیم T2. البته اشتاب ها با هم دیگر برابرند. ما در اینجا می نویسیم A برابر A V1 تقسیم T1 برابر V2 تقسیم T2. اکنون T2 رو از اینجا می آوریم. این را به طور تناسب، چطوری که در متماتیک چون این معادله ها رو به طور تناسب کار میکنند، ما هم این را به طور تناسب این طور ضرب میزنیم. V1 ضرب T2 برابر V2 ضرب T1. اکنون T2 رو میابیم. T2 برابر V2 T1 در جای خود باقی میماند و V1 باشد به آن طرف برابری گذاشتن به مخرج میرود، چون که در اینجا در صورت بود. ضرب در اینجا ضرب میشد و در آن طرف برابری تقسیم میشود. برابری V2 3 متر تقسیم ثانیه ضرب T1 10 ثانیه و V1 باشد 0.6 متر تقسیم ثانیه. 3 تقسیم 0.6 30 تقسیم 0.300 تقسیم 6 و 50 ثانیه. مسئله 51. البته جواب را دیدن هم لازم نمیاد، ولی بله جواب هم 50 ثانیه می باشد. برابر 50 ثانیه. این بود مسئله 51 ریمکیویچ.